باهاتون شرط میبندم عاشق این پیتزا کالزون خونگی 3 سوته میشید که با خمیر هزارلا درست شده. فوق‌العاده خوشمزه و جذابه. سیوش کنید، نکاتش هم توی کپشن براتون نوشتم. بریم با هم دیگه درستش کنیم. من برای این پیتزا از ترکیب قارچ و فلفل دلمه‌ای و سوسیس استفاده کردم. به جای سوسیس از فیله مرغ هم میشه استفاده کنید. مواد رو خرد میکنم، با هم تفت میدم، ادویه‌اش رو بهش اضافه میکنم. بعد یه دونه خمیر هزارلای شورینی رو با وردنه یکم باز میکنم، یه سمتش رو با چنگال سوراخ میزنم، سمت دیگه‌ش هم با چاقو یا کاتر یه چند تا برش سطحی ایجاد میکنم. بعد یکم سس کچاپ میزنم، بعدم که مواد رو میریزم و در آخرم پنیر موزارلا. بعد به همین شکلی که میبینید خمیر رو میبندم و کناره های خمیر رو با چنگال این شکلی به هم دیگه وصلش میکنم. بعدم که رومال میزنم، ترکیب زرده تخم مرغ و روغن رو میذارم داخل فر و تمام. یه پیتزای فوری خونگی فوق‌العاده لذیذ و خوشمزه میشه.